بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی را میبینید. امروز جمعه 2 آگوست است و من عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگوییم. هوا در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی گرم است و حرارت امروز به 31 درجه خواهد رسید. در شهر دوشنبه نیز هوا خیلی گرم باقی میماند و پیش بینی می شود حرارت تا به 40 درجه در دوام روز برسد. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. بلند شدن آب دریای زرافشان قسمت راه ماشینگر در دهه رز و پاخود ناحیه عینی را تخریب کرده روای ماشین ها به چند دهه عینی و ناحیه کوهستانی مسجح را ناممکن کرده است. فردوس تشایف، یک ساکن دهه رز، در صحبت با رادیو آزادی گفت آب دریای زرافشان روز 31 ایول دوباره بلند شده حدود 60 متر راه را کاملا از بین برد. او گفت این زمان میان دهه‌های رز و پاخود دریا راه را کاملا فرو برده است. مردم با بالای کوه ها رفت و آمد دارند. همکنون ساکنان چند دهه عینی و مسجح با عقبه دشوارگذاری و شب راه را طی نموده خود را به دوشنبه و یا خوجند میرسانند. ساکنان میگویند اگر تا ویران شدن راه در عوضی 70 سامانی راهگیرا خود را به پایتخت میرسانیدند، حالا با پرداخت 200 سامانی روا میکنند. صدر قول شیربوتایف، رئیس اداره راهسازی ناحیه عینی، به رادیو آزادی گفت کمیسیون کاری با سروری معاون وزیر نقلیات تاجیکستان برای تعمیر راه تأسیس یافته است و وسایل تکنیکی نیز به جای حادثه آورده شده است و تعمیر راه آغاز شد. ولی او گفت در صورت طول کشیدن تعمیر راهی آلترناتیوی باز می شود. در چند روز اخیر این بار دوم است که آب دریا بلند شده راهی دهه‌های دوردست ناحیه‌های عینی و مسجح را مسدود کرد. تخریب این راه در مجموع روای ساکنان 8 دهه ناحیه عینی با 4,500 اهالی و کوهستان مسجح با 22,000 اهالی را مشکل کرده است. مقامات گفتند به تعمیر راه شروع کردند، ولی ساکنان میگویند در محل حادثه همگی چند تراکتور فعالیت دارد و معلوم نیست که کی آنها میتوانند راه را دوباره باز کنند. واسیلی درزدوف، عضو انجمن کوهنوردان ولایت ارخانگلسک روسیه، در کوههای تاجیکستان فوتیده است. در این باره آژانسی اطلاعاتی تاس روسیه خبر میدهد. درزدوف روز 29 ایول هنگام برآمدن به قله بادخانه در قطارکوه حصار آلای در نتیجه فرو رفتن کوهپاره به هلاکت رسیده است. در این سفر درزدوف را چند از کوهنوردان دیگر دمیتری چرنیشف، دمیتری شپیلوف و میخائیل ناسنکو همراهی می‌کردند. آنها جسد درزدوف را به شهر دوشنبه آوردند و عین زمان مسئله انتقال جسد به سیورودوینسک، زادگاه درزدوف، حل می شود. درزدوف از کوهنوردان سابقه دار روس بوده. قله های خانتگری، قله ظفر، لنین و اسماعیل سامانی را در تاجیکستان فتح کرده است. روسکومنادزور، خدمات ناظر عرصه مخابرات در روسیه، دسترسی به سامانه آژانسی اطلاعاتی آزیا پلیس را در قلمرو این کشور مسدود کرده است. مقامات روسیه دلیل چنین اقدام خود را رسانه‌ای نکردند، ولی مسئولان خبرگزاری میگویند به احتمال زیاد روسیه از نشر خبری خودکشی یک زن در خوجند نگران شده آن را به تبلیغ آنچه در حدود روسیه منع است متهم کرده است. زیبا تاجیبویوا، سردبیر آزیا پلیس، روز 2 آگوست به رادیو آزادی گفت سامانه آژانسی از روز 26 ایول در حدود روسیه دستنارس است. سبب این حالت را تفتیش کردیم. تصادفاً در ایمیل یکی از همکارانمان نامه روسکومنادزور را هم پیدا نمودیم که در آن به یک خبر از سال 2018 اشاره شده است. گفت او. سردبیر آزیا پلیس افزود که این خبر درباره خودکشی یک زن در خوجند بود که خود را به دریا پرتافته خودکشی کرده است. تاجیبویو افزود روسکومنادزور در این خبر اصولهای خودکشی را کشف کرده آن را در ترغیب خودکشی عیبدار کرده است. هرچند به قول او این یک خبر عادی بود که در آن گفته میشد یک زن خود را به دریا پرتافته خودکشی کرده است. مسئولان آژانسی اطلاعاتی آزیا پلیس میگویند از قلمرو روسیه مخاطبان زیاد دارند و نصف از خوانندگان سامانه محض از این کشور وارد میشوند. سردبیر آزیا پلیس افزود بنابر محدود شدن دسترسی به سامانه شماره خوانندگانشان حدودی 30% کاهش یافت.
اگر در هفته‌های پیش او گفت در یک روز خبر و مطلب‌های این سامانه را بیش از 60-70 هزار دیدن می‌کردند، حالا این رقم به 30-40 هزار رسیده است. آژانسی اطلاعاتی و هفته‌نامه از پلوس در حال حاضر از رسانه‌های پیشتاز تاجیکستان است که در میان رسانه‌های مستقل مخاطبی بیشتر دارد. دسترسی به سامانه این آژانسی در روسیه در حال محدود شده است که در خود تاجیکستان نیز کاربران به فیلتر شکن به این سامانه وارد شدن نمی‌توانند. مقامات سبب مسدود بودن دسترسی به سامانه از پلوس را تا به حال شرح نمی‌دهند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسانه‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفنی ما 0420 724 05 66 81 است. یادآور می‌شویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. خبرگزاری‌های ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که واشنگتن حاضر است شماره نیروهایش در افغانستان را به طور جدی کاهش بدهد تا اینکه طالبان به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان تشویق شوند. بر پایه این گزارش‌ها شماره سربازان از 14,000 کنونی تا 8-9,000 نفر کاهش خواهد یافت. این یکی از شرط‌های ختم جنگ 18 ساله در افغانستان بوده است. تا به حال گروهی جنگجوی طالبان حکومت کابل را لختک نامیده از مذاکرات مستقیم با آن خودداری می‌ورزد. در صحبت با رادیوی آزادی 31 ایول، فرستاده آمریکا در امور افغانستان سلمه خلیلزاد گفت برای رسیدن به صلح فراگیر 4 مسئله کلیدی وجود دارد. یکم، بیرونشوی نیروهای خارجی از افغانستان. دوم، کفالت طالبان در مسئله جلوگیری از حمله‌های تروریستی. سوم، مکالمه سیاسی میان افغان‌ها که برای دریافت راه حل به انجام برسد. و بالاخره شرط چهارم، آتش بس دائمی می باشد. با نظرداشت پیشرفت مذاکرات واشنگتن با طالبان، روز 31 ایول حکومت افغانستان اعلان کرد که یک هیئت 15 نفره را برای مذاکرات با طالبان آماده می کند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 1 آگوست یک قرار اجراییه را به امضا رساند که هدف از آن توسعه تحریمی روسیه است. سبب این اقدام نقش داشتن روسیه در حمله با گاز کیمیایی به سابق جاسوس روس سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا می باشد که ماه مارس سال 2018 در بریتانیا به وقوع پیوست. ماه آگوست سال 2018 دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا با اشاره به قضیه اسکریپال تاکید کرد که روسیه پیمان سلاح کیمیایی و بیولوژی سال 1991 را پایمال کرده است. آن زمان دور اولی تحریم ها جاری شدند که کمک خارجی، فروش سلاح و تجهیزات دفاعی و امنیتی و دادن قرض برای صادرات به روسیه را در بر می گرفت. مسکو با لحن شدید دست داشتن به حمله به اسکریپال را رد می کند. جای یادآوری است که بعد زهرآلودشوی اسکریپال، اتحادیه اروپا هم بر ضد مسکو تحریم ها جاری کرده بود. نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه 1 آگوست دور نوی گفتگوهای صلحی سوریه را آغاز کردند. این واقعه در دایره روند گفتگوهای آستانه جدا از مذاکرات زیر سرپرستی سازمان ملل متحد در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شده 2 روز ادامه می‌یابد. به آگاهی وزارت امور خارجه قزاقستان در دور 13 گفتگوهای صلح سوریه بیشتر به وضع کنونی این کشور از جمله ولایت ایدلیب تمرکز شده. مسئله تشکیل کمیته کنستیتوسیونی نیز بررسی خواهد گشت. مسکو، تهران و انکاره در سوریه گروه‌های گوناگون را دستگیری می‌کنند، ولی می‌گویند می‌خواهند از راه سیاسی به جنگ شهروندی خاتمه بخشند که بیش از 370,000 قربانی بر جای گذاشته است. روسیه و ایران در جنگ شهروندی سوریه که از سال 2011 به این سو ادامه دارد از پرزیدنت بشار اسد حمایت می‌کنند. ترکیه گروه‌های گوناگون شورشگران را دستگیری می‌نماید. در هلند از 1 آگوست سال روان در جایهای جمعیتی و مؤسسه‌های تعلیمی به بر کردن لباس رسما منع شد که روی را می‌پوشاند. این محدودیت به فرنگی و نوع‌های آن از جمله نقاب و برقع داخل دارد. پوشیدن آنها در مؤسسه‌های تعلیمی، بیمارخانه و نقلیات جمعیتی منع شد. وزارت امور داخلی هلند از
کارمندان پلیس دعوت کرد که اجرای محدودیت مذکور را نظارت و تأمین کنند. برای نمونه ماموران حفظ حقوق اگر زن را با نقاب بینند آن را مجبور خواهند کرد که رویش را گشاید. در صورت غیر ورود او به بنا منع است و 150 یورو جریمه بسته می شود. حدود 5% اهالی هلند مسلمانان را تشکیل می دهند. اساساً آنها زادگان ترکیه، اندونزیا و مغرب هستند. بعضی از اداره های پلیس و مؤسسه های طبی هلند علاقه آشکارا گفتند که برای رعایت قانون نو کسی را مجبور نخواهند کرد. پیشتر در فرانسه، دانیا، بلغاریا، افسریا و بعضی از منطقه های شویتساریا و اسپانیا نیز پوشیدن لباس را که روی را پنهان می‌دارد منع کرده شده بود. بیننده ارجمند، اینجا خبری داریم از عالم ورزش. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان که در دور پنجم و نهایی قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی تیم نورسان افغانستان را با حساب 1-0 شکست داد، برای اولین بار در این مسابقات غالب شده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گردید. بازی دور آخرین قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میانی تیم های منتخب نورسان زیر 16 ساله تاجیکستان و افغانستان شب پنجشنبه 1 آگوست در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد. نیمه اول دیدار بدون گل و پایان رسید. نیمه دوم بازی با هجوم فوتبال بازان نورسی تاجیک شروع شد. با عبدالفتاح خدایدادزاده میسر شد که در آغاز نیمه دوم توپ را با ضربه سر از نزد دروازه منتخب افغانستان به هدف رساند، ولی بعداً سرداور این بازی کامل غلامی از ایران با نشان دادن کارت دوم زرد عبدالفتاح خدایدادزاده را از میدان خارج نمود. تا انجام بازی شماره بازیگران تاجیک 1 نفر کم بود. از این پیش فوتبال بازان نورسی تاجیک در این مسابقات بازی را با همسالانشان از ازبکستان با حساب 1-1 انجام داده، بر منتخب قرقیزستان با حساب 2-0 و بر تیم های ترکمنستان و ایران با حساب 3-0 غالب آمده بودند. در دو بازی دیگری دور آخرین مسابقات تیم ازبکستان بر منتخب ترکمنستان با حساب 4-0 و تیم ایران بر منتخب قرقیزستان با حساب 5-0 پیروز شدند. با این ترتیب بعد نتیجه گیری همه 5 دور مسابقات منتخب تاجیکستان با 13 امتیاز در جدول مقام اول را کسب نمود. دسته ازبکستان با 10 امتیاز دوم شد. تیم ایران با 9 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز از جانب بانک ملی مقرر شده است: $1 9 سامانه و 43 درم، 1 یورو 10 سامانه و 41 درم و 1000 روبل روسی 147 سامانه ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می شوند. ما را همراهی کنید.